سلام به همگی. آقا این اکبر کوسه بدجوری زیر سرش بلند شده، جسم قناس عظما رو میبینه، زهر رو لب و لوچه بلی فقیه میبینه، بعد انان از کف میده و هر بار یه بامبولی هوا میکنه. جدیدترین نمونهش پیله کردن شیخ اکبر به صدور متاع بنجل و امامش یا همون ارتجاعه. ملاحظه کنید ببینید کار این اکبر شاه به کجا کشیده. بحث صدور انقلاب مصداقی برای فهم نادرست افراطیون از شعارهای جامعه است. منظور تسخیر کشورها و دخالت در امور داخلی دیگران نبود، بلکه میگفتیم افکار اسلامی رو اونقدر تابناک میدونیم که با عملکرد درست دلها رو تسخیر میکنه، دلها رو به دست میاره. چه غلطا. فرمانده عمومدار کل قوای امام کفن پاره ببینید چه دومی در آورده. طرف برای قاپیدن عمامه ولایت و راست و ریز کردن تاج اکبر شاهی از لگد زدن به قبر امامشم طریق نمی کنه. ملیچک خمینی، مگه یادت رفته امامت 5 ماه قبل از شروع اون جنگ لعنتی چه جوری تو کار تدارکات صدور ارتجاعش بود و تو هم کارچاق کنش بودی؟ من به اونها سفارش میکنم به ارتش عراق که اگر میتوانند قیام کنند بر ضد این آدم و این آدم را از بین ببرند و خودشون جانشین بشن و ما هم تاییدتون میکنیم و اگر چنانچه این براشون میسور نیست فرار کنن. چی شد کوسه؟ یکی خاطره تو خورجین خاطراتت نبود؟ نکنه بازم سند میخوای؟ بیا اینم حرفای وزیر پست و تلگرافت که از کاسلیسای دست آموز امام گوربگوریت بود، همون یارو دیوونه قرضی رو میگم. امام که خیلی قوی تر از این حرفا میگفتن. من یه مطالبی دارم که میترسم بگم برای اینکه درد سر داره. امام فقط به ایران فکر نمی‌کردن، میشه ذره بیشتر خیلی قوی تر فکر می‌کردن. مثلا عراق رو خیلی خوب میشناختن. وزراشو اینایی که میمدن ارتباط برقرار میکردن، میرفتن میمدن و مؤلفه های اجتماعی رو خیلی خوب میدونستن و میشناختن، کار کرده بودن. یعنی اینجور ما بگیم حالا شاید شما بخواید بیشتر بگین خیلی بیشتر برای جوانان خوبه. صلاح کشور افقش واقعا فراتر از ایران. خیلی این افق فراتری که گفت خاص اون دجال نبود، این خصیصه جدایی ناپذیر ولایت فقیه. بیا اینم از عظمای زهر خورده که خیلی دوست داره افقش فراتر باشه، اما افقش از چپقش هم فراتر نمیره. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به حمایت‌های همیشگی ملت ایران و نظام اسلامی از هر حرکت عدالت طلبانه و ضد استکباری افزودند هر جا حرکتی علیه آمریکا و صهیونیسم روی دهد و هر ملتی که بر ضد دیکتاتوری بین المللی آمریکا و دیکتاتورهای داخلی قیام کند با حمایت ملت فهیم ایران روبرو خواهد شد. اما ماهیت حوادث سوریه با ماهیت حوادث دیگر کشورهای منطقه متفاوت است. حرکت مردم بحرین ماهیتاً شبیه حرکت ملت مصر و تونس و یمن است و تفکیک میان این حرکات مشابه معنا ندارد. اگه میبینی سیدعلی وافور مثل سلفش خمینی اهل حرفای بیوسخون نیست زیاد تعجب نکنی، این به خاطر طلسم شکستگیشه. حرف اصلی رو میذاره تو دهن نوچه هاش. بزبز قندی که معرف حضورتون هست نیست؟ توی جنگ 8 ساله شما داشتید تو مرزهای عراق می‌جنگیدید، ولی در واقع داشتید تو مرزهای جهانی می‌جنگیدید. صدای اسلام خواهی امروز آفریقا از جنگ 8 ساله ماست. این حکومت جهانی که میگید اصلا انقلاب امام انقلاب خودش ذاتش انقلاب جهانی بود، انقلاب ایرانی نبود. لذا امام میگفت صدور انقلاب اصلا جز ذات ایدئولوژی انقلاب ماست. جان کلام این که این زهر اتمی هرچی قول میخوره باقی زهرها هم بهش اضافه میشه. از زهر حقوق بشر بگی تا همین جام زهر منطقه‌ای که کوسه دستش گرفته. این آخر عاقبت شاه سلطان ولایته.
یا باید واپس به تمرگه یا اینکه نه تمرگه، در هر حال آخرش مرگه. موشکار